برای اینکه بهتر متوجه بشید که زانوبند لد ما چجوری کار میکنه، ما از مشتری عزیزمون درخواست کردیم که بهمون کمک بکنن تا بتونیم واسه شما یه دونه ویدیو تهیه بکنیم و متوجه کارایی این زانوبند بشید. الان شما دارید این پایه که مشاهده میکنید بدون پوشیدن زانوبند لد ماه و کاملا پردازی بودن پاهاش مشخصه. یه اولش 10 سانتی بین پاهاش فاصله است و کاملا مشهوده که پاهاش پرانتزیه. این از زاویه پشت و این هم از زاویه جلو. و ما الان ازشون می‌خوایم که زانوبند لد ما رو بپوشن و ببینیم که چه اتفاقی میفته. این زانوبندی که دارید می‌بینید شخصی سازه و مطابق سایزی که واسمون ارسال کردن واسهشون ساختیم. مشاهده می‌کنید که الان چه تغییری توی ظاهر پاشون ایجاد میشه. ویدیو رو قطع نمی‌کنیم که این موقع فکر نکنید ادیت یا شعبده بازی خاصی و کلکی تو کاره. خب زانوبند رو می‌پوشیم خیلی راحت. فقط کافیه پاتون کنید همین. قشنگ مرتبش می‌کنید خیلی راحت پوشیده میشه. اصلا هم توی راه رفتن مشکل ایجاد نمی‌کنه، گردش خون مانع نمیشه و خیلی راحت. زانوبند دوم پامون می‌کنیم. و این شد زانوبندی که ما الان پوشیدیم. سعی می‌کنیم که تو بهترین حالت خودش پیداش بکنیم و تنظیمش بکنیم. این از زانوبندی که باید پامون کنیم. و حالا همون پا تبدیل میشه به یک پای بی‌نقص. می‌پوشیم شلوار کاملا. مشهوده که اصلاً توی ظاهر نشون نمیده که شما زانوبند پاتون کردید. و این از ویژگی اصلی زانوبند لد ماه. همونطور که دارید مشاهده می‌کنید کاملا این پا صاف شده، خیلی راحته و هیچ مشکلی نداره. تازه ما ازشون خواستیم که تنگ‌ترین شلواری که داشتن بپوشن که شما کاملا متوجه بشید که اصلا مشخص نمیشه و پای پرانتزی که دارید ظاهرش صاف میشه. این همون پای با این ظاهر. برای اطلاعات بیشتر به دایرکت مراجعه کنید. قیمتش هم فقط 1,100,000 تومانه.